تا حالا شده کنار کسی باشی و حس کنی تمام انرژی داره کشیده میشه؟ آدم سمی دقیقا همینه. مثل یه سم بیرنگ و بو آروم آروم وارد زندگیت میشه و قبل از اینکه بفهمی چی شده تمام آرامش تو ازت میگیره. اولش فقط خسته و بی‌حوصله، بعد کم کم به خودت و تصمیمات شک میکنی و یه روز چشم باز میکنی و میبینی دیگه اون آدم پر انرژی و شاد قبلی نیستی. این حس برات آشنا نیست؟ سوال اصلی اینه: چطور بفهمیم کی داره این بلا رو سرمون میاره؟ تو این ویدیو میخوام 7 تا نشونه دقیق و کلیدی رو بهت بگم که مثل زنگ خطر عمل میکنن. با شناختن این 7 نشانه میتونی آدم ها رو سریع شناسایی کنی و مهمتر از همه از روان و آرامش خود محافظت کنی. نشانه اول: کنترلگری بیمارگونه. یه آدم سمی تشنه کنترله. میخواد از همه چیزت خبر داشته باشه. کجا میری، با کی حرف میزنی، چرا اون لباس رو پوشیدی یا چرا فلان پست رو لایک کردی. شاید اولش فکر کنی این رفتارها از روی توجه یا نگرانیه، اما در واقع این یک تلاش موذیانه است برای گرفتن استقلال تو. هدف نهاییش هم اینه که اونقدر بهش وابسته بشی که بتونه راحت تر مدیریتت کنه. نشانه دوم: انتقادهای دائمی و تحقیره. هیچ چیز برای یک آدم سمی لذت بخشتر از خرد کردن اعتماد به نفس تو نیست. اون مدام ازت انتقاد میکنه. از ظاهرت، کارت، دوستات، حتی رویاهات. جمله هایی مثل تو زیادی حساسی، یا این ایده به هیچ دردی نمیخوره، یا بازم گند زدی، همیشه آماده رو زبونشه. این نیشوکنایه ها معمولا تو لفافه شوخی یا دلسوزی گفته میشه تا گیج بشی، اما تهش همیشه یه حس بیارزش بودن. نشانه سوم: استاد دستکاری روانی و ایجاد حس گناهه. آدمای سمی تو بازی دادن احساساتت استادن. خیلی خوب بلدن چطور با ایجاد حس گناه مجبورت کنن کاری رو انجام بدی که خودشون میخوان. مثلا اگه بخوای یکم برای خودت وقت بذاری، ممکنه بگه باشه برو به کارت برس، منم اینجا تنها میشینم و قصه میخورم. با این کار مسئولیت حال بد خودشون رو میندازن گردن تو تا کنترل اوضاع رو به دست بگیرن. نشانه چهارم: همیشه در نقش قربانی. یه آدم سمی هیچ وقت اشتباهش رو قبول نمیکنه. توی دنیای اون همیشه بقیه مقصرن و اون یه قربانی بیگناهه. اگر از رفتار اشتباهش گله کنی، داستان رو یه جوری برات تعریف میکنه که آخرش تو آدم بده به نظر بیا یا اون مظلوم. این یه استراتژی فراره تا هم از زیر بار مسئولیت در بره و هم حس ترحم و حمایت تو رو جلب کنه. نشانه پنجم: دروغگویی مثل آب خوردن. صداقت برای این آدم‌ها یک کلمه بی‌معنیه. به راحتی آب خوردن، در مورد چیزهای کوچیک و بزرگ دروغ میگن. قول‌هایی میدن که هیچ وقت بهشون عمل نمی‌کنن و داستان‌هایی سرهم می‌کنن که فقط به نفع خودشونه. این دروغ‌ها اعتماد رو که ستون هر رابطه سالمیه کامل از بین میبره و تو رو همیشه توی شک و سردرگمی نگه میداره. نشانه ششم: تخلیه کننده انرژی و منفی بافی دائمی. تا حالا شده بعد از حرف زدن با یکی حس کنی انگار باتریت خالی شده؟ آدمای سمی استاد انتقال انرژی منفی هن. انگار یه ابر سیاه بالای سرشون دارن و دائم در حال گله و شکایت از همه چیز و همه کس هستن. نشست و برخاست با این آدما مثل گیر افتادن توی یه اتاق تاریک و بی پنجره است. کم کم تو رو هم خسته، ناامید و بدبین میکنن. و مورد آخر: عدم همدلی و نگاه ابزاری به دیگران. یه فرد سمی واقعا نمیتونه احساسات دیگران رو درک کنه. اون تو رو به چشم یک انسان با نیازها و احساسات مستقل نمیبینه. تو براش یه ابزاری برای رسیدن به اهداف خودشی. تا وقتی براش مفید باشی، شاید خیلی هم مهربون و حامی به نظر برسه، اما به محض اینکه نیازهای تو جلوی خواسته‌هاش رو قرار بگیره، چهره واقعش رو نشون میده. خب حالا باید چیکار کنیم؟ شناسایی این نشانه‌ها قدم اول و مهمترین قدمه. اما بعدش باید برای محافظت از خودت دست به کار شی. اینجا 3 تا راهکار عملی برات دارن. مرزهای قاطع و روشن بذار. اولین و قوی‌ترین قدم مرزبندیه. با آرامش ولی محکم بهش بگو که کدوم رفتارش برات قابل قبول نیست. مثلا بگو وقتی در مورد رویاهام باهات حرف میزنم دوست ندارم مسخره‌ام کنی. یا من به حریم شخصی خودم نیاز دارم و باید بهش احترام بذاری. مهمتر از گفتن این مرزها پاریبند بودن بهشونه.
ارتباط رو محدود کن. اگر مرزبندی جواب نده یا اصلا قصد تغییر نداره، هوشمندانه ترین کار اینه که ارتباط رو کمتر کنی. لازم نیست یهوی قطع رابطه کنی. میتونی کم کم تلفن‌ها رو کمتر جواب بدی. قرارهای ملاقات رو عقب بندازی و در کل یه فاصله فیزیکی و عاطفی سالم برای خودت ایجاد کنی. و مورد سوم، روی اعتماد به نفس خودت کار کن. آدم‌های سمی از اعتماد به نفس پایین بقیه تغذیه میکنن. هرچی تو قوی‌تر باشی، تیر اونها کمتر به هدف میخوره. برای خودت وقت بذار، سراغ کارهایی برو که بهت حس خوب میدن و با آدم‌های معاشرت کن که بهت احترام میذارن و باعث رشدت میشن. یادت باشه تو مسئول رفتار دیگران نیستی، اما 100% مسئول محافظت از آرامش و سلامت روان خودتی. شناختن این 7 نشونه اولین قدم برای اینه که کنترل زندگی تو دوباره به دست بگیری. اگر این ویدیو برات مفید بود لطفاً لایکش کن و برای کسی که فکر میکنی به شنیدن این حرفا نیاز داره بفرست. با سابسکرایب کردن کانال هم به ما کمک میکنید تا محتوای مفید بیشتری در زمینه روابط سالم و رشد فردی بسازیم. و به عنوان سوال آخر، خیلی دوست دارم توی کامنت ها برام بنویسی آیا تا حالا با آدمی که این نشانه ها رو داشته سر و کار داشتی؟ چطور با این موقعیت کنار اومدی؟ تجربیاتت میتونه برای خیلی ها راهگشا باشه.